سلام، خیلی خوش اومدین به کانال من. امروز قراره براتون طرز تهیه آب نبات شیری کاکائویی رو بذارم. مواد لازم برای تهیه آب نبات شیری کاکائویی: 2 لیوان شکر، 2.5 لیوان شیر، 10 گرم کره و 1.5 قاشق پلوخوری سرصاف پودر کاکائو. ابتدا تمام مواد رو به غیر از کره با هم مخلوط می‌کنیم. سعی کنین برای پخت این آب نبات خوشمزه از ظرف رویی یا ظرف مسی استفاده کنید و حتی الامکان از ظرف تفلون استفاده نکنید، چرا که موقع هم زدن احتمال اینکه ذرات تفلون از آن جدا شده و وارد مخلوط آب نبات بشه بسیار زیاده. حال مواد رو روی حرارت تند گاز قرار بدین و مدام هم بزنید تا به جوش بیاد. بعد از آنکه مواد به جوش آمد، حرارت رو کم کنین و به مدت 2 ساعت اجازه بدین تا آرام آرام مواد ما غلیظ بشه. هر از گاهی هم بزنید و مراقب باشید تا نسوزه. حال مقداری از مواد رو داخل پیاله آب قرار بدید و با استفاده از دست امتحان کنید. همون جوری که مشاهده می‌کنید، اگه به صورت شکلات تافی در اومد، یعنی مواد ما آماده هست. الان وقت اینه که 10 گرم کره رو به مواد اضافه بکنید و کمی هم بزنید. حالا شعله رو خاموش کنید و مواد رو از روی گاز بردارید و مدام هم بزنید. غلظت موادتون دقیقاً باید همونطوری که توی تصویر مشاهده می‌کنین باشه. اگه احساس می‌کنین غلظت موادتون خیلی زیاده، میتونین دوباره یه مقداری شیر به اون اضافه کنین و دوباره روی گاز قرار بدید. و بالعکس اگه احساس میکنید موادتون هنوز خیلی رقیقه، دوباره روی شعله گاز قرار بدید تا به غلظت مورد نظر برسه. کف سینی مورد نظر رو با کره کمی چرب کنید و مواد رو کف سینی چرب شده بریزید و با استفاده از دست اون رو حسابی صاف کنید تا سطح مسطح و صافی داشته باشه. به کمک چاقو سعی کنین به اون شکل بدید و قطر و ارتفاع اون رو در همه قسمت‌ها یکسان کنید و بهش اجازه بدین تا کاملاً خنک بشه. حال که موادتون شکل مناسبی گرفته، به کمک چاقو اون رو به قطعات کوچک و مساوی تقسیم کنید. حال وقت اینه که آب نبات‌های آماده شده رو به همراه یک چای تازه دم نوشه‌جان کنید. امیدوارم لذت برده باشید و لایک و سابسکرایب یادتون نره.